سلام برعکس یوتیوب، ولنتاینز همتون مبارک. دخترها که حالشو ببرین، پسرام باید برین پول بدین دیگه. آقا امین برگشته تو بازی. از حالا دارم میگم کسی واسه امین پول نفرسته دیگه. هر کی پول فرستاد امین نوش جونه. امروز راجع به ولنتاین میخوام صحبت کنیم. 14 فوریه است. ایران چه اندام میشه من نمیدونم اصلا. 25 دی. من یه رفیق داشتم هم 25 دی به دنیا اومده بود. بعد خیلی بدش میومد. همیشه دوست دختراش بهش یه کادو میدادن برای ولنتاینز و تولدش. بعدش فکر می‌کنم اگه یه دختر تولدش ولنتاینز بود دهن نسبتش سرویس می‌کرد که این دو چیز جداست، به هم ربطی نداره فلان. امکان داره اونش رو بتونی راضی کنی دختر واسه دو تا کادو بخره. وقتی هم همیشه دوباره من میگم هیچ دختری منظور 90%. اینو دیگه من تو همه ویدیوام میگم، من حق میگم همه 90% داریم صحبت. یه دونه داستان می‌خوام تعریف کنم واسه ولنتاین. چون ولنتاین یه ماهیه که خیلی به نظر من خیلی، یعنی یه روزی که خیلی شخمیه. یه روز تصمیم گرفتن کمپانی‌ها که چجوری ما بتونیم گل و شکلات بفروشیم. اگر به هیستریشو بخونی یکی از اینا اول شروع کرد. یعنی کمپانی گل شروع میکنه، بعد شکلات کپی میکنه، یا شکلات کپی شروع میکنه، گل کپی میکنه. الان عروسک هم اومده تو بازی. یه ایده بوده که فقط چطوری میتونیم چرا بیشتر بفروشیم. و بالاخره دیگه الان دنیا گیرش افتاده دیگه. همون جوری که دین میاد و نمیره، اینم یه چیزی که اومده دیگه نمیره دیگه. یعنی سی آدما مثلا واقعا شاید مثلا زمان ولنتاین میشه شیکمش شروع میکنه پروانه توش پرواز کردن که آخ چون داره ولنتاین میشه میخوام عشق کنیم. حالا من اینو میخوام دو تا حالت بگم. یعنی همه میان همیشه یه حالتش رو توضیح میدن، میگن که آره نباید خرج کنی، باید بهش پول رو نگه داری، یا میگن باره بابا ولنتاین بعد بپاشی فلان بسار. من میخواستم بگم که اینا جفتشون درسته. تو باید تصمیم بگیری کدوم میخوای باشی. به نظر من اگه تو سنهای جوونی هستی، تو سن 15 تا 30 اگه هستی، بذارش بگیم بچگی، تو بچگی هنوز هستی، برو ولنتاین رو بتر. یعنی اینکه پارش کنی. یعنی مثلا هتل رو که فکر می‌کنی احمقانه است بگیر، با اینکه خونت مثلا من کار کردم، مثلا خونم اینجا بوده، تو همون کوچه‌ای که خودم بودم هتل گرفتم که بگم هتل مثلا رفته بودیم شب. و الان واقعا یادمه که مثلا اون شب اتاقمون چه ریختی بود. من دوست دخترم چه لباسی حتی پوشیده بود، میدونی، ولی اگه خونه بودیم عمرن یادم نمیمون. حالا پوینتم همینه. توی زندگی وقتی بزرگ میشی خرجا خیلی زیاد میشه، خیلی یعنی مثلا یه اتفاقی میفته 2 میلیون دلار ضرر میکنی. تو اگه تو بچگی خودتو بی‌ناموس هم بکنی، بگی مثلا 10 تا ولنتاینز رو داریم، 10 تا بهتره کنی، مثلا بگو $10,000. خب من مثلا اینجوری من خرج کردم مثلا شاید $800 بوده ها. $10,000 عدد واقعا احمقانه ایه. اون برای هتل من $800 مثلا دادم. تو اگه شبیه $10,000 هم خرج بکنی واسه ولنتاین، تو کل این مثلا 10 سال میشه $3,000. هنوز 5% اون 2 میلیون هم نمیشه. و اون 2 میلیون یه دفعه اتفاق مثلا افتاده. مثلا میدونی 2021 این اتفاق افتاده، 2020 یه داستان دیگه بوده، 2022 یه دونه $40,000 دیگه بوده، یه جا دیگه $8,000 دیگه بوده. یعنی انقدر از این پولا هی میاد و میره و $100,000 تو زندگی جابجا میشه که دیگه اصلا مهم نیست. اگر مثلا دارم میگن که ما همچین پولایی نداریم که دیگه حالشو ببر دیگه یه ولنتاین اشغالات حالشو ببر. خب واسه همین اوکی آدم پولشو به گم بزنه، بره پول عروسک بده، پول فلان بده، وسال بده، چرا که نه. دوست دخترت ببخشید شعلا نمیدونم فارسی چی میشه، سطحی مادی، با عروسک بیشتر خوشحال میشه از اینکه تو دستشو بگیری شو یه عروسک بذار تو دستش. ولی این یه راهشه. حالا راه دومشو که من دوباره این کارم از سال 30 سالگی به بعد میکنم، من بهت میگم دیگه تو هر سالی میخوای اینا رو بیای تو بازی، بیا تو بازی دیگه. من یه کاری که کردم، به خانومم گفتم که آقا ما هر سال ولنتاینز که میشه من برای تو طلا میخرم، طلای نه طلای گردنبند، طلای چیز شمش. گفتم اگه قیمتی بخوای حساب کنی $4,000. اسمش طلاست، برق میزنه، چیزی که همه میخوان. یعنی بهترین کادوی دنیاست دیگه. و باعث هم میشه که ما زندگیمون بره جلو. یعنی چی؟ یعنی ما 20 تا ولنتاینز با هم باشیم، یعنی 20 تا سکه اون به من داده، 20 تا سکه من به اون دادم، شده 40 تا سکه داریم. آلردی مثلا 40 تا $4,000 میشه $160,000. تو 20 سال دیگه بگو شده مثلا $8,000، این پول شده $300,000. یا ما می‌تونیم گل رز بخریم بندازیم طلا اشغال. و من تو سن 30 به بعد از اینکه میگم قبل از این اشغالمو کرده بودم، دیگه 30 به بعد دیگه این لوس بازی دیگه لوس بازیه، میدونی. یعنی مثلا خب که چی، مثلا ولنتاینز ما هم دیگه دوست داریم واره بچپم. تو سن 30 به بعد احتیاج داری ولنتاینز خوشحالت بکنه، یعنی تو رابطه خوبی نیستی، رابطه‌ای که کامل نیست. حالا یه نفر یه رابطه هستش که مثلا دوتاشون با هم عشق میکنن، اصلا دیوونه اینن که واسه هم کادو بگن ولنتاینز، این میخواد اونو سورپرایز کنه، یه سال این میگیره یه سال اون میگیره. من اونو صحبت نمیکنم، من دارم راجع به اکثریت صحبت میکنم. کسی که اینو میخواد میگه مثلا دخترم میگه بذار ببینم این ولنتاین یه کاری درست میکنه، واقعا ببینم دوستم داره یا نه. پسرم بهش
اینجوری نگاه می‌کنی می‌دونم یه دفعه اینو خفه کنم، یه دفعه بخوام بگی آقا مرسی خوش گذشت چیکار کنم. واسه همین چیز قشنگی نیست. یعنی دو نفر دارن انگار مثلا مسابقه است که ببینیم بدی هستی یا نه. من دوست دارم همچین تستی تو رابطه‌ام باشه. من منطقم اینه که تو باید یا هر روزت ولنتاینز باشه یا یه روزم دیزروش نمی‌کنی، یه روزم حقت نیست. ولنتاینز یه چیز خیلی خفنه اگه فکر بکنی، یه چیزی که میخواد روز عشق و ماکسیمم دوست داشتن و فقط راجع به اینی که رستوران‌ها همه پرن، باید ماها قبل رزرو کرده باشی، گل فروشی‌ها همه خالی ان، شکلاتی‌ها فقط آشغال‌ها مونده. یعنی یه روزیه که سنگینه، دنیا قشنگ تکونو می‌بینی تو دنیا، همه دستشون عروسک ماشینا، همه توشون گل رد میشن، مخصوصا تو کشورهای که جینگل بازیشون بیشتره مثل ایران که دیگه مثلا پره دیگه، یارو داره میره مثلا عروسک خرید 50 تا پشت ماشین داره با وانت میکشه از این حرفا. واسه همین اینا اوکی گفتم تا 30 منطقی میتونه باشه که تو میخوای یه چیزی تجربه کرده باشی، یه بازی که توش میخوای باشی، میخوای احساس باحالی بکنی، دختره رو بردی توی هتل وقتی که تو همون کوچه خونه داری، اینا حال میده. همین که من حرفشو میزنم مثلا احساس میکنم کار باحالی کردم، من گنگم بالاست ها، به خاطر همین آدم میکنه. ولی بعد از 30 دیگه معنی نداره. و اگر تو رابطه‌ای هستی که هنوز توی 30 هنوز میخواد این کارو بکنه، یعنی طرفت حالا چه دختر چه پسر داره بزرگ نمیشه، داره بهتر نمیشه، داره همون آشغالی که بوده میمونه و این درست نیست. تو نمیخوای یه بچه 16 ساله بابای بچه‌هات باشه تو سن 46 سالگی ولی هنوز مثل بچه 16 ساله فکر کنه. درسته؟ تو میگن مرد 46 ساله رو 46 ساله میخوای بفهمه، مرد 16 ساله هم 16 ساله. و میگم این بازی‌ها واسه 16 سالگیه، عروسک و شکلات و این حرفا. و بعد از 30 اگه این کارو بکنی، گفتم دو تا معنی بیشتر نداره. یکیش اینه که گفتم تو رابطه بدی هستی، دومیش اینه که احمقی، که یعنی 4 نفر نشستن توی جلسه گفتن آقا چطوری میتونیم سر احمقا رو کلا بذاریم. گفتم بیا این روزو بهش میگیم این، بعد معنیش هم اینه که باید واسه کسی که هستی دوست داری باید شکلات بخری و خندیدن و یه ویسکی با هم زدن و چیرز کردن. 100 سال مردم دارن شکلات میخرن. تو اینو تا الان نمیدونستی، قبوله. فکر می‌کردی مثلا اینو خدا گذاشته روز 14 فوریه، گفته خدا باید همه با هم لاو بتره کنن. ولی امروز که فهمیدی خدا نیست و چند تا کمپانی ان فقط واسه فروش مواد بوده، دیگه باید خودتو بکشی بیرون از این ترانزکشن دیگه. تو باید بگی من احمق نیستم. تو امروز احمقم کردی، قبوله. ولی از امسال بعد اگه منو دوره احمق بکنی دیگه تقصیر منه. تا حالا نمیدونستم، تا حالا گول خورده بودم. تو گول خوردم تقصیر توئه ها، ولی دارم خیلی بخوایم مهربون باشیم. پس بعد از 30 به نظر من تو اگه میخوای برای کاری بکنی، این کانسپت طلا رو باید استفاده بکنی. طلا از $100 هست، کوچیک‌ترین سکه که 1/20 فکر میکنم، حالا بگو $200 احتمالاً، از 1/20 هست تا 1 اونس، 1/20 اونس، 1/10 اونس، 1/4، 1/3، 1/2 همش هست. و تو پس از $200 میتونی بخری تا $4000. منم به خانمم همینو گفتم ببین شاید یه سال پول نداشته باشیم $4000 بذاریم، همون ماه یه کاری کردیم حسابمون خالیه، میفهمم $200 اون ماه میخریم، ولی پوینت اینه که باید بخریم. شده از پول قرض کنیم، از کردیت کارت و اینا میخریم. و این داستان خیلی قشنگ‌تره به نظر من از این که مثلا واسه هم گل بخریم. چون مثلا واقعا یه سال بود وضع خوب نبود، بعد مثلا من رفتم یه دونه $400 خریدم، النا یه دونه مثلا $100 خریدم، ارزان‌تر بود، $100 خرید و مثلا به هم دادیم. میدونی بازم یه خورده فشار دادیم توی چیزمون، توی اون سبدی که داریم با هم میسازیم، سبد طلایی که داریم با هم میسازیم، از این که دیزاین شده بود که این سبد طلا رو ما به یه نفر دیگه کادو بدیم. کمپانی گفتن که این آدما میتونن برای خودشون سبد طلا بسازن، ولی چون احمقن این کار نمیکنن. پس بیا ما براشون یه روزی درست بکنیم که بهشون میگیم سبد طلا بعد درست کنیم، ولی بده به ما. پس سبد طلا رو این کمپانی‌ها دارن نگه می‌دارن و اینجوریه که انقدر گندن. و من تو واسه چاقالا نشستیم دنبال گل روز، من دارم میدم تو مغازه، گل روز داری، خاک بر سرم تموم شده، یه دونه داری فقط $20، معمولا $3، اوکی $20 بده به باز یه دونه پیدا کردم. بعد میای خونه دوست میگه یه دونه گل روز، من ارزشم یه دونه گله. یعنی ببین چه روز کثیف و مزخرفی، یعنی واقعا خاک بر سر ما که اینقدر احمقیم که اینجوری گول میخوریم و گوله رو که میخوریم به خودمون نمیایم هیچی، هی بدترش هم میکنیم. یعنی هیچ دختری هیچ پسری نباید به طرفش تو روز ولنتاین خور بزنه. حالا روز ولنتاین پریود شدی، خب چیکار کنه بنده خدا، مگه کنترل خودشه؟ این واقعا من فکر بکن هر خانم یه روزی پریود دیگه، 4 روزم طول میکشه، ماه 30 روزه، پس یعنی 15% خانوما روز ولنتاین پریودن. یعنی همه اینا باید ناراحت باشن، 15% خانوما باید هر سال ناراحت باشن به خاطر اینکه یه یارو اون روز انتخاب کرده. اصلا ببین معنی اصلا شروور رو نگاه کن، بعد دعوا میشی سر اینکه مثلا گل فلانی بزرگتر از گل من بود. من یه دفعه دوست دخترم اومد گفتش که خیلی ناراحتم، یه دوستم عکس گذاشته شوهرش براش مثلا دوست پسرش براش 100 تا گل خریده. من گفتم تو چرا ناراحتی اون واسه اون گل خریده؟
آخه من هم دارم میخوام اینو احساس کنم. بعد من اصلا نمی‌دونستم که الان از این آدم بالا بیارم روش. نشستیم توی ساب پنت هاوس 3 خوابه داریم به اقیانوس نگاه میکنیم و عقده ایشون 100 تا گله. آقا دمتون گرم، ولنتاینتون مبارک. امیدوارم که راه طلای منو به جلو استفاده بکنین. انقدر باحال میشه بعد از 20 سال باورتون نمیشه که چقدر خوب شد این کار کردین. چون میگم فقط کسی که عقلش به این برسه فقط ولنتاینز نیست، سال نو هم هست، تولدم هست، نیو ایر هم هست، انیورسری هم هست، اینم هست، اونم هست. دمتون گرم. ولی ولنتاین یه چیز دیگه. آره ولنتاین چیز دیگه است. یه قلب اینجوری بکن انگشتتو وسط قلبه. جاکس. سوء اقتصادی